رفقا سلام آقا، خیلی خیلی خوش اومدید ویدیو جدید. آقا امروز اومدیم با یه کاستوم تک به تک هدشات فری فایر، یعنی میخوایم با من و یاسین تک به تک بریم کاستوم هدشات. و اینکه ما یه گردونه مرگی داریم آقا، اسم گردونمون گردونه مرگه که آقا از چه قراره؟ تمام گانایی که توی کاستوم هدشات هستن و ما اونجا گذاشتیم. هر بار واسه هر نفر 2 تا گردونه چرخیده میشه که نشون میده آقا چه گانی باید برداریم. حالا ممکنه G18 باشه، ممکنه 500 بشه، ممکنه خیلی چیز دیگه باشه. بریم سراغ گردونه مرگ. اولین گردونه بچه واسه یاسین قرار اتفاق بیفته، یعنی 2 تا گردونه رو میچرخونیم که 2 تا گانو باید یاسین برداره. بریم سراغ اولین گردونه. ببین چی در میاد. خدا کنه زیست بد در بیاد. یا خدا، یا خدا، پوچ. پوچ آقا، پوچ یعنی این که کلن الان ما یه پوچ داریم واسه یاسین. خب یعنی گان به جای 2 تا گان باید یه دونه گان کلن برداره. آجی فشفا عالی، یه دونه گان داره یاسین کلن. AK47 که حاجی بعید نم AK توی کاستوم هدشات باشه. بس به جای AK یه دونه دیگه ما میچرخونیم، چون AK توی کاستوم هدشات نیستش بچه. حاجی پوچ افتاد، یعنی نمیشه دیگه واقعا با هیچ گانی بازی کنه. پس در نتیجه یه دیگه بازم میچرخونیم بچه، چون واقعا شدنی نیست بدون گان بخواد بازی کنه که آقا شدنی نیست. خدا وکیلی یه ذره دلتون به رحم بیاد بچه، خجالت بکشید. بریم سراغ گردونه که حالا من کات میکنم ویدیو رو ببین. خب بریم سراغ گردونه. UMP یعنی فقط یاسین باید UMP برداره. بریم تو فری فایر بهش بگیم و بعد ببین چی میشه. بچه یاسین فقط باید با UMP بازی کنه. بریم بهش خبر رو بدیم. یاسین یه دونه واسه پوچ رفقا بهش گفتیم که فقط باید UMP برداره بچه. خب بچه ما بهش گفتیم که باید UMP فقط بازی کنه. حالا بریم واسه خودمون گردونه بزنیم ببینیم چی میفته واسه. امیدوارم ایست خوب بیفته دیگه، بد نیفته. خدا رو شکر AK نه AK بچه، چون AK نداریم یه دیگه میزنیم. AK کلا تو کاستوم هدشات نیستش، پس بریم یه گان دیگه.
خدا کنه پوچ نیفته، هر چی میخواد بیفته بیفته. دیزرت هاجی، خدا کنه یه چیز درست حسابی بیفته. دومی هاجی من استرس دارم. یا خدا پوچ نیفتی داداش برادر. UMP بنازم هاجی. یاسین UMP باید برداره. UMP خالی، ولی من باید یه دیزرت و یه UMP بردارم بنازم. بریم سراغ کاستوم ببینیم چی میشه بچه. خیلی من هیجان دارم آجی ببینم چی میشه کاستوم. لیتس گو. ببین من میتونم به خودم بچه از این کاستوم بگم راحت میبرم. بعد اینکه کاستوم 30 رانده است ولی ما 20 راندشو بازی میکنیم، یعنی به جای 30 راند 20 راندشو بازی میکنیم بعد ویدیو رو تموم میکنیم. آره رفقا ما به جای 30 راند 20 راند بازی میکنیم. بزن بریم سراغ ویدیو. من دیزرت و UMP بابا آقا من زدم حاجی، من زدم. میتونم به جرئت بگم من زدم. حاجی نمیخوره چرا برادر. تمام دیمیتری نهاریم. بله رفقا حق به حقدار رسید. دیزرت نه چیز، یعنی دیمیتری نهش. آوانسو برم. به به. بنازم ایمو گرفتی یا برادر. دیزرت دادش ما. چقدر نوبی، نگاه کن تو رو خدا. جلیل چرا چیتری میای؟
بچه ویدیو طولانی میشه ولی خب دمتون گرم. با سابسکرایب کردنتون میتونید انرژی ما رو برطرف کنید، چون واقعا خیلی خستیم خدایش. سر رکورد خیلی داریم زحمت میکشیم آجور. تنها رکورد نیست که باید ادیت ویدیو رو اینا هم بزنیم. بچه لطفا حمایت کنید، فالو کنید. دمتون گرم. من ویدیو رو کات میکنم تا این کسکیش بیاد بازی کنم. بچه کاستوم 15 رانده است، چون ویدیو خیلی طولانی میشه. کاستوم 15 راندهش میکنیم. خدا بده برکت. کاستوم 15 رانده است بچه. 15 راند بیشتر بازی نمیکنیم. نه 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 نه. آقا این پینگش میده ولی ما میزنیم. برنده منم. تمام. حاجی چرا نمیخوره؟ جلیل این چیته حاجی. این چیت زد. فکر کنم رفت چیتشو زد. یه خورده مشکوک. یه کم مشکوک داره بازی میکنه. جلیل جانم. نه دیمیتری نداریم. وای بهش گفتم دیمیتری نداریم بیاد بزنمش. دوستش بشین پاشو میدی چرا؟ بهش گفتم دیمیتری نداریم باید بیاد من بزنمش.
بهش گفتم آقا 15 رانده است دیگه. حالا اوهو بابا جون خیته داداش خیته معلومه. خب چجوری پشت یخ داره میزنه؟ میشه به من بگید اینو؟ اوهو بنازم بابا. دیزرت هم چقدر خوب شده خودم نمیدونم. ها داداش اوه اوه من باید کار دور انجام بدم بچه، نظرتونه؟ ها جان دوراند میخوام تموم شد. دوراند کلن دوراند. داداش من دارم آوانس میدم. آوانس رو دارید شما خدا وکیلی؟ به به یه راند باشی. اون یه راند رو من نگیرم اسمم عوض میکنم. یه راند دیگه داداش. ندوتا دیمیتری برادر خجالت بکش دیمیتری. به تمام. فقط مرسی که اینجا ویدیو با همراه بیداد. خودش خوابم یه لایک رو بزنید. نمیدونم خودم دارم چی میگم. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. دم تک تکتون گرم. کاسم کاملا دوستانه بود. دم یاسین هم گرم. یه خورده حالا شانسش هم بد بود که دیزرت نتونست بگیره. و اینکه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه میخواید دوباره انرژی بدید سابسکرایب کنید. فقط تنها راه حمایت از ما سابسکرایب کردن. دمتون گرم تا ویدیو فعلا. خدا نگهدار.